سازمان ملل میگوید در 6 ماه امسال در افغانستان 468 کودک کشته و بیشتر از 1200 نفر مجروح و معیوب شدند. مثل شفیق الله 15 ساله، عبدالرشید 12 ساله، بشیر 12 ساله، منگل 11 ساله، امانی 7 ساله، رابعه 10 ساله و مروایی 6 ساله که آرزو دارند فاجعه آنها به سر همسالان دیگرشان نآید. بعضیها در جنگ تعداد در نتیجه ترکیش و مینه و بمب‌هایی که در سراسر افغانستان کشت و پراکنده شدند. در شهر جلال آباد 7 کودک از یک خانواده یا از پای یا از عضو دیگری بدن خود محروم شدند. 10 کودک از یک عائله در راه به سوی مکتب بمب ناترکیده را بازیچه گمان کرده از راه برداشتند، چیزی که در افغانستان زیاد می‌بینید. بمب هم ترکید، 7 نفر زنده ماندند ولی هر کدام از پای محروم شدند. 1 سال است که سعی دارند حرکت و رفتن را یاد بگیرند. شفیق الله 15 ساله میگوید روزی ترکیش روزی بسیار بد بود. من برادران و خواهرانم را آغوشته در خون در روی زمین دیدم. حال عائله ما تباه شد. منگل 11 ساله عضو دیگر این عائله نقل کرد که وقتی ترکیش رخ داد خواستم برخیزم و خانه بروم ولی دیدم که یک پایم نیست. بچه ها در خانه درس میگیرند ولی برای امتحان باید به مکتب روند. راهی که رفتنش آسان نیست. هنگامی حرکت به سبب سایش با پای سنی پوستشان آبیله میکند. یادآوری از واقعیت تلخ. رابعه 10 ساله میگوید وقتی که من میبینم که دختران به مکتب میروند و من مثل آنها قدم زدن نمیتوانم غمگین میشوم. جنگ هنوز هم اینجا ادامه دارد و معلوم نیست که کی صلح و آرامی به افغانستان برمیگردد. 10 ساله جنگ سرزمین کشور را به کشتزار مینه و بمب‌های کشنده تبدیل داده است.